سلام بچه، خوش اومدید به قسمت دوم دوره پایتون برای هکرها. توی این قسمت می‌خوایم راجع به متغیرها صحبت کنیم. توی قسمت قبلی بهتون آموزش نصب پایتون و یه محیط کدزنی رو یاد دادم که حتما اون ویدیو رو ببینید و با هم یه کد خیلی ساده زدیم که یه مقداری رو پرینت کردیم. توی این قسمت می‌خوایم راجع به متغیرها صحبت کنیم. خب شما قبل اینکه این آموزش رو شروع کنید و برید سراغش، بعد یه فایل جدید ایجاد کنید که اونجا بهتون توی ویدیو قبل توضیح دادم. اینجا دوباره میگم. کنترل N رو میزنید و یه گوشه جدید براتون میاره. اینجا یه فایل جدید میاره که بعد کنترل رو نگه می‌دارید و اس رو میزنید. اینجا یه اسم واسش می‌نویسید. من همین اسم رو تغییر نمیدم و در آخرش .py رو میزنم تا این متوجه بشه که ویژوال استودیو کد متوجه بشه که فایلی که ما می‌خوایم بسازیم یه فایل پایتونی هستش و کدای پایتونی می‌خوایم اون تو بزنیم. خب من از قبل ساختم و می‌ذارم همین بمونه. حالا متغیرها چیه؟ در پایتون متغیر برای ذخیره و نگهداری دادا استفاده میشن. شما فکر کن اطلاعات یک کاربر رو به یه طریقی پک کردی، گرفتی و توی یه متغیر ذخیره می‌کنی که بعدا بتونی ازش استفاده بکنی. پس شما میتونید یک متغیر رو با استفاده از نام دقیق خودتون تعریف کنید. برای تعریف یک متغیر نیاز به استفاده از نام متغیر و علامت مساوی دارید. اسم متغیر باید یک حرف یا آندرلاین باشه که بهتره با حرف کوچیک شروع بشه چون پایتون روی حروف کوچیک و بزرگ حساسه. پس این میتونه هم حروف بزرگ باشه هم حروف کوچیک، ولی بهتره که از حروف کوچیک باشه. باید نام متغیر رو به شکلی انتخاب کنیم که به لحاظ معنایی قابل فهم باشه. مثلا ما می‌خوایم یک اسم رو ذخیره کنیم، نه یه متغیر بسازیم که هیچ ربطی نداشته باشه و x بنویسیم توش اسم قرار بدیم. بهتره که یک متغیر مربوط دار بنویسیم. مثلا اسمش رو بذاریم name، مساوی رو قرار بدیم و اسمی که می‌خوایم رو قرار بدیم. واسه اینکه یک متن هم توی یک جا قرار بدیم، توی یک متغیر قرار بدیم، باید از کوتیشن استفاده کنیم. حالا یا تگ کوتیشن یا دابل کوتیشن که کنار اینتر قرار داره. اگه بدون شیفت بزنید تگ کوتیشن قرار میگیره و اگه با شیفت بزنید، شیفت رو بگیرید بعد اون رو بزنید، براتون دابل کوتیشن قرار میده که فرقی هم نداره. دابل کوتیشن رو قرار میدید و اسمی که میخواید رو توی متغیرتون مینویسید به این طریق. حالا فرض کن که میخوای اطلاعات یه فرد رو ذخیره کنی که شامل نام و سن و قدشه. دوباره میتونید از متغیرها استفاده کنی. ما اسمش رو نوشتیم. حالا age برابر میدیم با سنش. برای اینکه عدد قرار بدید لازم نیست از کوتیشن استفاده کنید. همینجوری خیلی راحت می‌نویسید 18 مثلا یا هر عدد دیگه‌ای که می‌خواید. و همین بسته. بعد می‌تونیم اینا رو پرینت کنیم، چاپشون کنیم. و می‌تونیم هر بلای دیگه بخوایم سرشون در بیاریم، جمعشون کنیم، تفریقشون کنیم. هر کاری که دوست دارید. اینجا پرینت می‌کنیم نیم. مثلا می‌خوام فقط نیم رو پرینت کنم. و یه کاما می‌زنم بعدش ایج رو هم پرینت می‌کنم کنارش. اینو اجراش کنیم ببینید محمد 18 رو کنار هم پرینت کرد و به ما نشون داد. چاپش کرد و نشون داد. پس این استفاده از متغیرها بود. حالا تغییر مقدار متغیر. وقتی یه مقدار رو توی متغیر میذاریم میتونیم بعدا بهش دسترسی پیدا کنیم. پس میتونیم تغییرش هم بدیم. مثلا من اسم رو اول محمد تعیین کردم، حالا میخوام عوضش کنم. اشتباه کردم و میخوام عوضش کنم. اول از همه که بهتره پاکش کنیم و اینجوری یه اسم دیگه توش قرار بدیم. ولی خب من میخوام بهتون نشون بدم که چجوری اگه توی برنامه بزرگی بود یا به هر دلیل خاصی اون مقدار رو عوض کنیم چجوری باید عوضش کنیم. دوباره اسم متغیر رو مینویسیم و مقدار جدیدی که می‌خوایم رو بهش میدیم به این ذریعه. حالا اگه اینو اجراش کنیم و من پرینت کنم اون نیم رو و اینو اجراش کنم ببینید مقدار محمد رو نشون میده. این علی رو نشون نمیده چون اینجا عوضش کردیم. ولی اگه قبل‌تر از اینجا که اینو عوض کنیم پرینتش کنیم چیکار میشه؟ چی به ما نشون میده؟ علی رو به ما نشون میده. ببینید علی رو نشون داد. نگاه میکنه به بالاترش میبینه مقدار نیم علیه و اونو نشون میده. و اینجا نگاه میکنه به بالاترش میبینه مقدار نیم محمده و اونو پرینت میکنه و چاپ میکنه. پس در نهایت با استفاده از تعریف و استفاده از متغیرها میتونید اطلاعات رو در برنامه پایتون خودتون ذخیره کنید و در طول برنامه ازش استفاده کنید. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. تا آموزش دیگه خدا نگهدار.